من یگانه‌ام و امروز قراره با هم دیگه یه بستنی موزی شکلاتی درست کنیم. درست کردن این بستنی به موز، شکلات تخته‌ای، خامه صبحانه و چند تا لیوان مصرف نیاز داریم. اول شکلات‌ها رو به روش معماری آب می‌کنیم. حالا نوبت له کردن موز است. حالا خامه رو به موزها اضافه می‌کنیم. اگه دوست داشتید میتونید یکم بهش عسل اضافه کنید. شکلاتی که آب شد یکم ازش تو هر کدوم که از لیوان‌ها می‌ریزیم. به این شکل روکش میشن و بعدش به مدت 5 دقیقه میرن یخچال. از این موادمون داخل لیوانا می‌ریزیم. برای روش هم میتونید از شکلات رنده شده یا شکلات چیپسی استفاده کنید. حالا برای چند ساعت باید بذاریمشون توی فریزر. بعد چند ساعت از فریزر درشون میاریم.